سلام سلام گل خانه من. تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گیرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بنگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بعد برتن تو جوشن است. بینندگان عزیز، امروز ما در خیابان دانشگاه، روز دانشگاه 604 سالگی تشکیلیابی دانشگاه دولتی سمرقند را تجلیل کرده ایستاده‌ایم. تجلیل روز دانشگاه برای استادان دانشجویان این مؤسسه تعلیمی عالی حکمی عنعنه را دارد. هر سال سنه 21 سپتامبر اهل دانشگاه با آمادگی‌های مخصوص در موضع زیبا خیابان دانشگاه سرجم می‌آیند. طوری که می‌بینید برای هر یک فاکولته گوشه مخصوص جدا کرده شده. کافدراهای ترکیب این فاکولته‌ها و محفل‌های علمی و ایجادی آنها صلاحیت خود را نمایش می‌دهند. از جمله فاکولته فیلولوژی دانشگاه نیز. کافدرای فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرقی خارجی امروز در دانشگاه دولتی سمرقند مقام و منزلتی به خودش خاص دارد. صلاحیت علمی کافدرای امروز 88.7% را تشکیل می‌کند. اکثریت عالمان و متخصصان کافدره عالمان جوانند. در کافدره 3 نفر پروفسوران دکترهای فنها و 12 نفر نامزد فنها PhD ها فعالیت دارند. کافدره فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرقی خارجی برای تمام ریسپوبلیکا کافدره تکیوی حساب میشد، چون که تمام حجت‌های معیاری گروه‌های تاجیکی در سمرقند بر ذمه استادان کافدره است. خودی سال گذشته 8 مونوگرافی استادان کافدره در نشریات‌های مختلف ریسپوبلیکوی نشر شد. ما نیز همچون یک بخش مهمی دانشگاه کوشش داریم که دانشگاه را هرچی بیشتر به همون قطاره دانشگاه‌های هزاره داخل نماییم و حصه خود را گذاشته باشیم. باید گفت که در دانشگاه در برابر محفل و کلوب‌های فنی، محفل‌های ایجادی، گروه‌های فولکلوری مانند چلاله، گروه اتنوگرافی گلیار و غیره نیز تشکیل کرده شدند که آن روز اعضایان این گروه و محفل‌ها در صحنه مرکزی ایدگاه با برنامه‌های خود برآمد کردند. دانشجویان با فخر ابراز داشتند که تحصیل در چنین دانشگاهی با نفوذ بهرشان مایه افتخار است و همسالان خود را به دانش طلبی و علم آموزی دعوت نمودند. رقص و خرسندی جوانان در همجایگی و اتفاقی تا دیر باز دوام یافت. تشکیلاتچیان تدبیر تاکید نمودند که برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها جوانان را زیر غایه‌های مشترک متحد خواهد ساخت. خلاص تدبیر امساله دانشگاه نیز خاطرمان گذشت. دلربا نظر و داوود رحیموف، جمعه گل اسد و مخصوص برای اوریون.